أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. مقدمة القرآن في علوم القرآن. مقدمة القرآن في علوم القرآن. يا هذه مقدمة في علوم القرآن. هذه مقدمة ثابتة كائنة متلبسة متعلقة بعلوم القرآن. در بحثی گذشته یا در درسی گذشته ما و شما چند مباحث ذکر کردیم. بحث اینجا بود که علوم قرآن چند است. گفته بودم که جلال الدین سیوطی در الاتقان در باب 18 فرموده است که قرآن کریم مشتمل به 70 علوم است. ابن عربی نور الله مرقده فرموده است که قرآن کریم مشتمل به 70 یا به 70,000 علوم است. به 70,000 علوم است. اشتباه شد که جلال الدین سیوطی فرموده بود که قرآن عظیم شان مشتمل به 80 نوع علوم است و امام محی الدین یا شیخ اکبر ابن عربی می فرماید که قرآن عظیم شان به 70,000 علوم مشتمل است. و اما از پیش خود گفتم 70,000 علوم بگذار، این میره 70 لک بگی، 70 میلیون بگیری هنوزم کم است. به هر صورتش علوم قرآن لا تعد ولا تحصى است. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله تبارک و تعالی می فرماید جميع العلوم في القرآن لكن تقاصرت عنها افهام الرجالی. نگاری من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه 7 ملت بشست. اگر مجوس بود، اگر دهری بود، اگر مشرک بود، اگر یهود بود، اگر نصارا بود، چندین مکاتب فکر دامو وقت بود، همه شسته شد، دلیت شد، حذف شد، محو شد، نابود شد. این همه برکت علوم قرآن است که علوم قرآن چند بود. باز این را گفته بودیم که شاه ولی الله رحمت الله علیه تمام علوم قرآن رجع کرده و 5 اقسام گفته. علوم قرآنی راجع میشه و 5 اقسام. قسم اول علم العقائد، علم العقائد. دوم علم الاحکام. سوم علم الحلال والحرام. چهارم التذکیر بأیام الله، التذکیر بأیام الله و التذکیر بآلاء الله. پنجم التذکیر التذکیر للموت و لما بعد الموت.
تمامش گفته به این 5 چیز راجع میشه. با آیات های قرآن هم گفتیم که همه تعلق به همین 5 اقسام داره، زیرا که آیات های قرآن 1000 آیت اوامر، 1000 آیت نواهی، 1000 آیت وعد، 1000 هم وعید، 1000 هم قصص، 1000 هم امثال و 500 هم حلال و حرام، 666 هم ناسخ و منسوخ، 6666 آیت. پس آمدیم سر علم عقاید که اول علم قرآن علم العقاید است. اینمی 5 علوم طور اجمالی در قرآن وجود داره، موجود است. گفتم علم عقاید 3 بخش مهم داره: توحید، رسالت، قیامت. یک تا پرستی، گفتی ایرانیا پیامبری یا پیغامبری، و روز قیامت رستاخیز. گفته بودیم که تذکیر للموت و لما بعد الموت، از ما بعد الموت که از این قبر که شروع است تا به حشر و نشر، صراط، میزان، تا به دخول جنت و دخول نار. باز این هم ذکر کرده بودیم که علم عقاید توحید، اثبات توحید در قرآن است به دلایل مختلف. گاهی قرآن عظیم شان به اثبات توحید دلایل عقلی پیش میکند، گاهی هم دلایل نقلی پیش میکند. دلایل نقلی حواله میده به تورات، به انجیل. انه لفی الزبور الاولین. در تورات و انجیل هم شما ببینین منکرین قرآن اگر یهود هستین تورات ببینین، اگر نصارا و مسیحی عیسوی هستین انجیل مطالعه کنین. ام انجیل هایی که خودتان محرف تحریف کردید او را نه، انجیل اصلی اگر پیشتان باشه امو را مطالعه کنین. امو وقت دیگه 14 قرن پیش وقتی نزول قرآن و همچنان دیگه گروه ها و مکاتب و فکر مذاهبی که در امو وقت بود. قرآن برای همه ازی به خاطر اثبات توحید دلایل نقلی پیش میکند، بعدش هم دلایل عقلی پیش میکند. گفتم دلایل عقلی به خود اقسام دارد. دلایل عقلی منطقی پیش میکند. دلایل عقلی منطقی گاهی قیاسی اقترانی پیش میکند، گاهی قیاسی استثنایی پیش میکند، گاهی قضایای حملیه پیش میکند، گاهی هم شرطی متصله، گاهی هم شرطی منفصله، گاهی هم در اثبات دلیل پیش میکند، گاهی هم در نفی دلیل پیش میکند. همه دلایل علوم قرآنی است. و بعضی از دلایل قرآنی گفتم دلایل تجربیات، حسیات، محسوسات پیش میکند، بدیهیات است. از دلایل از بدیهیات قرآن دلیل پیش میکند. با اون لمیات هم میباشد، اینیات هم میباشد. از علل به معلول، از معلول به علت دلیل پیش میکند. از جمله بدیهیات گفتیم 7 قسم یا به قول دیگر 8 قسم بدیهیات است. بدیهیات اولیه، محسوسات، تجربیات، همه را پیش کرد. محسوسات، مشاهدات قرآن گاهی دلیل پیش میکند. برای چی؟ برای 3 مضمون، برای اثبات 3 مضمون، 3 مضامینه: اثبات توحید، اثبات الرسالت، اثبات القیامت. به دلایل مختلف پیش میکنه، ثابت میسازه، نفیاً و اثباتاً. از اون جمله دلایلی گفتم دلایل مشاهدات 2 قسم دلایل عمده است: دلایل آفاقی، دلایل انفوسی. بحث امروز آمدیم سری سبق امروز ما و شما. سبق امروز ما و شما تعلق دارد که ما وعده کرده بودم در سبق گذشته به دلیل انفوسی، دلیل مشهوری که قرآن میگه محسوسات، مشاهدات، تجربیات دلیل پیش میکنه. یکی از جمله دلایل قوی مشهوری قرآن عظیم شان دلایل آفاقی و انفوسی است. آفاقی را براتون ذکر کردم، امروز نوبت است به دلیل انفوسی. الله تبارک و تعالی گاهی انسان متوجه نفس خودش میکنه، میگه ای انسان. کدام انسان؟ یا انسان منکر عن وجود الله، ای انسان منکر، یا ایها الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. میبینی اثبات القیامت آمد، بالدین، دین یوم القیامت. کلا بل تکذبون بالدین و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون.
ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. همه دلایل است. به دلایل انفسی قرآن عظیم شان انسان متوجه میکنه. انسان منکر از خالق، انسان منکر از واجب الوجود، انسان منکر از وجود خداوند تعالی، انسان منکر از توحید، انسان منکر عن البعث بعد الموت، انسان منکر از ارسال الرسول، انزال الکتب یا سلسله نبوت. این الله تبارک و تعالی متوجه میکند به نفسش که او انسان نفس خود ببین، نفسته ببین، نفسته. و فی انفسکم افلا تبصرون، و در نفسها، در جانهایتان او انسانهای بیعقل بدبخت نادان جاهل منکر از توحید الله، او انسان منکری بعث بعد الموت تو نمیبینی؟ در وجود خودت چی است؟ وجود تو معلول است. اقامت برهان میکنه از معلول به علت. در وجود تو که نمیقدر چی داره کدام ذاتی که خودت پیدا کرده و اینقدر چی داره در وجود خودت که آورده، میره کی آورده؟ من تو سوال میکنم. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در جان خودتان شما نمیبینین؟ بلکه میبینین. که میبینین از شما یک سوالیه دارم، سوالیه جواب بدین. در وجود شما چند چیز است؟ الله تبارک و تعالی در جای دیگر میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق آفریدم، پیدا کردیم ما انسان را، ترکیب کردیم انسان را فی احسن تقویمین، فی احسن ترکیبین، فی احسن تخلیقین. لقد خلقنا الانسان، بیشک آفریدیم ما. الله میگه رد بالای دهریا میکنه، نسبت خلق الله به خودش میکنه. لقد خلقنا، به تحقیق بیشک و شبه آفریدیم، پیدا نمودیم، وجود بخشیدیم، اعطاء الوجود کردیم ما انسان را. الانسان چه قسم؟ فی احسن تقویم، فی احسن ترکیب، فی احسن تشکیل، فی احسن تنظیم، فی احسن اندام، و فی احسن اعضاء، و فی احسن صور. بعد از آن ثم رددناه اسفل سافلین. الله تبارک و تعالی فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در جان و در نفسهای خودتان نمیبینین؟ آیا در ترکیب وجودتان نمیبینین؟ در اسکلتتان نمیبینین؟ در عناصر اربعه خودتان متوجه نیستین؟ در اخلاق اربعه متوجه نیستین؟ در قوه عقلانی خود متوجه نیستین؟ در حواس خمسه ظاهری متوجه نیستین؟ در حواس خمسه باطنی متوجه نیستین؟ در 360 رگ 360 مفاصلتون متوجه نیستین؟ در اخلاق اربعه متوجه نیستین؟ در خواب و بیداریتون متوجه نیستین؟ خونه خرابا در صحت و در مرضتون متوجه نیستین؟ در غضب و در خوشحالیتون متوجه نیستین؟ همه این میشه داره که متوجه باشین. همه چیز دلیلش در وجود خودتان موجود است. دلایل وجود الله، وجود صانع در وجود خودتان است. دلایل بسیار قوی محسوس مشاهد بالبصر راجع به وحدانیت الله در وجود خودتان است. دلایل اثبات الرسالت، ارسال الرسول در وجود خودتان است. دلایل بعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، حساب و کتاب، همه در وجود خودتان است. او چی است؟ اولی که رب العالمین انسان از عنصر خاک آفریده. عنصر خاک یعنی عنصر ماده اصلی، اصلی ماده اصلی انسان چی از خاک است. خلقنا من طین لازب، با جمعه که من چیز من تراب. انسان اصل ماده و اصل عنصرش خاک است، عنصر خاکی است. از عنصر خاکی رب العزت اسکلت انسان ساخت. اسکلت، دانچه،
چارچوب چارچوکات انسان ساخت. بعد از آن رب العالمین میفرماید فنفخت فیه من روحی. جبریل امین آمد در کالبود انسان پوف کرد. فنفخت، پس پوف کردم، شوف کردم، دماندم در آدم من روحی، اضافت تشریفی است، از روح خودم. فقعوا له ساجدین. انسان بسیار محترم شد که ملائکه به سجده افتید. عنصر اولش خاک شد. بعد آن ترکیب انسان آمد. ترکیب انسان به اعتبار دیگر، انسان مرکب است از عالم امر، عالم خلق. الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العرش العظیم است یا احسن الخالقین. عالم امر انسان، الا له الخلق والامر، عالم خلق عبارت از عناصر اربعه است. عناصر اربعه چی است؟ عنصر ماء، عنصر آب، هواء، عنصر باد، تراب، عنصر خاک، نار، عنصر آتش. از عناصر اربعه در وجود انسان رب العالمین در عالم خلق عناصر اربعه انداخت. هر عنصر از خود طبیعت دارد، هر عنصر از خود صفات، خصوصیات، ویژگی، طبیعت دارد. طبیعت قوة عدیمة الشعور، مبدأ الاول للحرکت والسکون. این تعریف طبیعت بود. قوة عدیمة الشعور، مبدأ الاول للحرکت والسکون. شعور ندارد اما مبدأ اول ام برای حرکت است، ام برای سکون است. اگر این قوت نباشد نه حرکتی خواهد بود نه سکونی خواهد بود. بعد کمی بالاتر می رویم. در عناصر اربعه ببین 4 طبیعت است که اول عنصر خاک است. طبیعت عنصر خاک، طبیعت عنصر خاک چیست؟ پستی است، رذالت است، کثافت است، جذابیت است، حرص است. حرص. عنصر خاک بسیار حارس است، بسیار پست است، بسیار دناعت دارد، بسیار جذابیت دارد. قوه آفتاب یگانه چیزی که کشف میکند جذب و انجذاب دارد فقط زمین از خاک است. دیگه چیز توان ندارد که شعاع آفتاب، این آفتابی که آفتاب نظر به سروی ساینسی در 1 ثانیه، آفتاب در 1 ثانیه 8 میلیارد تن انرژی تولید میکنه. آفتاب در 1 ثانیه 8 میلیارد تن، 1 تن 1000 کیلوست، 8 میلیارد تن انرژی بیرون تولید میکنه آفتاب. روزی میرسه که انرژی آفتاب ختم میشه و پایان میرسه، دیگر نمیتونه که تولید کنه، لحاظا از مدار میمانه. اونم قیامت که قایم میشه باز اونم روز است. اذا الشمس کویرت. به هر صورت قوه جاذبه اینمی انرژی آفتاب که تولید میکنه در 1 ثانیه 8 میلیارد تن انرژی که آفتاب تولید میکنه، ایره کی جذب میکنه؟ انجذاب ایره کی میکنه؟ عنصر ترابی، عنصر خاک، عنصر زمین، امی عنصر کثیف، امی عنصر پست، امی دنی، امی عنصر حارس. فلهذا وجود ترکیبی انسان از عناصر اربعه شد. طبیعت خاک براتون گفتم، خاک قوه جذابیتش بسیار بالاست، بسیار بالاست. این حکمت پروردگار است. چقدر که آفتاب شدت بگیره، گرما شدت بگیره، گراف و درجه حرارت بالا بروه، اما قدر زمین کشش میکنه. بازم که زمین که بکنی
به طور امتحان شما 3 متر 4 متر زمین در جایی که بسیار گرمای شدید است بکنن زیر یخ است، زیر سرد است، این قدر قوه جاذبه دارد. با این زمین 7 طبقه سر به سر، یه عنصر خاکی، کدام کمالاتی که در عنصر خاک است. با وجودی که با وجود پستی، دناعت، یعنی ما که چیزا میگیم یاد، اما جنبه منفی خاک است، پوینت منفی خاک است، پستی است. چقدر که مرداری که امروز در جهان شما میبینید، همه این مرداری در روی زمین انداخته میشه. چقدر که مرداری در پردی حرص داره، خاک طبیعت خاک حرص است، حریص است، حریص است، بیانداز میگه، بیانداز. چقدر که مرداری ها، مواد فاضلات، چاهای فاضلات، چیزی که نجیس، مسلخ خانه، مرداری خانه، خوک، خر، خنزیر که میمره، همه ازی چی است؟ عنصر خاک است. اینمی خاک است که قبر انسان چقدر میلیاردها انسان ها دفن شده، تریلیون ها انسان ها از زمان حضرت آدم تا بالا دفن شده، یک نیست که خاک کمی بوش بیرون برای قوه جاذبهش قوی است، میزنه گم گورش میکنه. پس قبری که باید اثرش 34 سال تیر شده باشه که جاش که بکنی. یعنی استاد ما میفرمود دنیا یعنی قبرستانی کونه، در جای هر انسانی که شب استراحت میکنه شاید که 1000 انسان دفن شده باشد. دنیا یک وزاره قبرستان، یک قبرستانی کونه. این طبیعت عنصر خاک است. انسانی که هم بالای انسانی که عنصر خاکیش غالب شد بسیار مردار خور می شود، بسیار مردار خور می شود. چقدر که چتلی، مرداری، رشوت، دزدی، قطاع طریقی، مال حرام، مال یتیم که برابر شما میخره، عنصر خاکی از این بالاش غالب است. این پس شده، انسانی دریگ است، گشته، خسیس است، رذیل است، رذالت، خساست، پستی، حرص. زمین چقدر که شما برای ما پرتا چقدر گندگی از زمین سیر میکنه. حل من مزید. پستی و دناعت صفت و طبیعت عنصر خاکی است و کمال هم بسیار کمالات هم دارد. با وجود این قدر پوینت منفیش، حرص دایی است، پستی و دناعت دایی است. میگه خاک شو تا گل بروید رنگ، چون که عنصر خاک تواضع کرد. من تکبر وضعه الله و من تواضع رفعه الله. این عنصر خاک است. تواضع کرد، زیر پای عالم قرار گرفت، تمام گندگی های مردم را قبول کرد، تمام چیزها را قبول کرد، تواضع کرد، پستی اختیار کرد. رب العالمین چقدر بلند کردیده، من تواضع رفعه الله. این از عرش عظیم هم بالا کردش. کی را میگویم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، خاتم النبیین، ذاتاً بشراً، سیر معراج که کردن، عروج معراجی که کردن. در چند قول است که آیا روحی بود فقط، جسدی بود فقط، یا در خواب بود فقط، یا روح مع جسد بود، چی بود؟ قول تحقیق این است، قول حقیق این است اهل سنت و جماعت که سیر نبی علیه السلام در شب معراج روح شریف بود مع جسد الاطهر، روح اطهر با جسد مطهر یک جا، جسم انور با روح انور یک جای معراج کردن. میگه نه جسم خاک از خاک، چه میگه؟ از خاک بر افلاک شد، کوه بر رقص آمد و چالاک شد. مولانا سبرون فرموده عنصر خاکی از چی؟ از تواضع بر افلاک شد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى ثم دنا عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى.
این کمال چیز عنصر خاک است. این خاک از چی پیدا کرد؟ با وجود پستی و دناعت و حرص و این چیزاش تواضع کرد، خود از زیر پای عالم قرار داد، خود از زیر پای انبیاء کرام قرار داد، مطاف انبیاء کرام گشت، مسجد آدم علیه السلام گشت، مرکز جنت و دوزخ گشت. اما به یک تواضع در کجا رسید؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اینی برکت عنصر خاکی است. چرا؟ جنبه مثبتش چی است؟ تواضع است. از تواضع چی پیدا کرد؟ رفعت پیدا کرد. رفعه الله بلندش کرد. در دنا فتدلا بود. به یه عنصر خاکی الله تبارک و تعالی نبوت داد، به یه عنصر ولایت داد. چرا که قوه کمال خاک چی است؟ قوه جذب و انجذاب است. آتش هم جذب میکند به خود، عنصر آبی هم جذب میکند، میلیاردها بحرها در روی زمین برای کشش میکند، هنوز هم زمین سیر نمیکنه. عنصر آتش، آفتاب ببین چقدر حرارت و گرمی است، یا آتش است. اینا کی جذب میکنه؟ خاک کش میکنه. خاک جذب و انجذاب میکنه. هوا را به خود چی میکند؟ خاک کش میکند. لذا نورانیت، فیوزات، برکات، تجلیات صفات الله را بجز از عنصر خاکی هیچ عنصر تحمل نداشت. فلذا الله تبارک و تعالی فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این برکت عنصر خاکی است، در وجود انسان است. بی رب العالمین از عالم امر، از عالم غیب خدا چی میگه؟ فنفخت فیه من روحی. روح را خدا نسبت به خود کرده، روح خودم را دی انداختم. دی جسد عنصری کالبود خاکی به تواضعش این مقام گرفت. عالم امر آمد دی جای گرفت. آتش به خود جای داد، آب را به خود جای داد، هوا را به خود جای داد، زیرا که قوه جذابیتش بسیار بالاست. کمالات ولایت به خود جذب کرد، کمالات نبوت جذب کرد. فیوزات ظلال اسما، ظلال صفات، ظلال اصول اسما، اصول صفات، عین اسما، عین صفات، تجلیات ذات بحت بیچونه فقط عنصر خاکی است که کشف میکنه. جسم خاک میگه از چیز؟ از تواضع و شکستگی بر افلاک شد. نبی اسلام در افلاک رفت، کوه بر رقص آمد و چالاک شد. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. چالاک شد، بر رقص آمد کوه، بر رقص آمد. تجلی صفات الله، کوه تور. به هر صورت با وجود این قدراتشون که تواضع کرده، زیر پای عالم قرار گرفته، تمامی چیزهای خوبش، تمامی ضروریات انسان، مأکولات، مشروبات، ملبوسات، تداوی انسان، همش از زمین است، همه از خاک است، از عنصر خاک است. اینی کمال چی بود؟ کمال خاک بود. به ولایت رسید، به نبوت رسید، حافظ قرآن می شود، مجاهد می شود، غازی می شود، شهید می شود، صفی الله می شود، نبی الله می شود، خلیل الله می شود، کلیم الله می شود، خلیفت الله فی الارض می شود، روح الله می شود و حبیب الله می شود. این همه چی است؟ فقربنا و نجی الله می شود. همه این کمالات عنصر خاک است. عنصر خاک، نبوت به عنصر نار، آتش داده نشده است. اینی کمالات کوتاه گفته رسم، مگر نه فقط بالای عنصر خاک ما بحث کنم که عنصر خاک چی کمالات دارد. بسیار وقت میگیره، یک هفته وقت کار است که هر روزی 3 ساعت بالای از بحث شود، فقط بالای عنصر خاک، کمالات خاک. اینی کمالات شد. جذب و انجذاب در خاک است. نوری خورشید به خود جذب میکنه،
آتش حرارت به خود جذب میکند، برودت به خود جذب میکند. هوا چقدر هوای زور به میخواد که متوجه کشش میکنه، خشک میشود. دیگر میبینید شما چقدر آب مردار که در روی زمین است، چقدر آب گنده که در روی زمین است. اینمی تشنابا، بیت الخلا، بدر رفته ها، گلخانه های بسیار کلان به سطح بین المللی، گلخانه می مردار خانه را میگه که آبای فاضلابی تشنابه ها جمع میشه. اینمی را یک جای یک میدان به این جای جور کرده است. این را کی کش میکنه؟ زمین کش میکنه. چرا؟ قوه جاذبه داره. جاذبه از بالا آفتاب میزنه، شعاع آفتاب هم کش میکنه، امی آب هم کش میکنه. امولای اول، استری روی زمین، یعنی زمینی اول، طبقه اولی زمین به خود استری اول داره. استری اول که کشش کرد، این فیلتری اول است. تمام مرداری های آب بیرون زمین میمونه، پاکیش در فیلتر دوم میبره. فیلتر دوم از اینکه کم سوراخ ها و مساماتش خردتر است، او دیگه پاک را پایین کشش میکنه تا 7 فیلتره. زمین 7 فیلتر داره. چقدر آب که از زیر از عمق 100 متر کشیده شوه، عمق پاک و شفاف است. از 150 متر کشیده شوه، از 300 متر کشیده شوه، عمق قدر پاک و شفاف است. چرا؟ زیر انواع جغل است، سنگای کلان است، فیلتر اول. بعضی که سنگای خطره است، فیلتر دوم. آن آخر که میرسه فیلتر آخر در ریگ، بسیار ریگ سفید پاک است، آب پاک واری فیلتر کرده. یادتان باشه یک مؤسسه بود در خانه ها فیلتر توزیع میکرد، فیلتر میداد، فیلتر ادمی جغل مغل ادمی چیزا بود. نو لحاظ آب پاک کرده، فیلتر کرده، پس توسط ماشین به شکل چشمه، به شکل دریا، به شکل نهر بیرون میکشد. ما شما پاک. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. خدا میگه ارائیتم ما التي تشربون. الا بگوین خبر بتین آبی که شما مینوشین از کجا میایی؟ انتم من المزن، از ذخیرگاه ها و از فیلترها و از اعماق زمین که میبره. کی میکشد؟ کی بیرون میکنه؟ به هر صورت اینی کمالات خاک است. این جذب و انجذاب باشد. آب مردار و چتری را، آبی که پر از مواد غایطه و از ادرار و بدبالا و مردار و مسلخ است، پاک. این آب کجا میره به خیال شما؟ یا آب کجا میره؟ یا گم نمیشه. این آب است، چاهای سپتیک است، چاهای فاضلاب است، پس پایین کشش میکنه، مرداریش بیرون میمونه. فیلتر اول، فیلتر دو، فیلتر سه، فیلتر هفتم براتون پاکیزه. پس توسط واتر پمپ چای عمیق بیرون میبره، شما مینوشین، وضو میکنین، دیگ پخته میکنین، حمام میکنین، زندگی میکنین. این کمالات آب است. کمالات چی است؟ کمالاتی عنصر خاک است. عنصر خاک. بعد از آن از این میگذاریم. دیگر عنصر ترکیب انسان. بالای خاک هوا است. طبیعت هوا چیست؟ طبیعت هوا خفت است. هوا میگن هوایی است. فتبع هوا فترضا. افرأيتم الذين افرأيت من اتخذ هواه الهه. هوای خدا به خود معبود کرد میگه. یعنی می هواست، طبیعتش که ثقل است. دوم طبیعتش بلند پروازی است. میگه باید در پایین نباشم، بالا باشم. هوا را که ما شما پایین نگاه میکنیم، به زور نگاه میکنیم. در تایر موتور نگاه میکنیم، به زور است. در تایر طیاره به زور است. در داخل گاز و در پیکنیک و سلندر رو بعد بالا میندازیم، این به زور نگاه میکنیم، بالقصر نگاه میشه. چرا که طبیعتش است که باید هوا باشه. حیز عنصر هوایی بالاست. حیز جهت علو است. هوا طبیعتش چی است؟ سرکشی است، تکبر است، سبک. انسانی که طبیعت هواش بالاش غالب شد، این انسان سبک میشه، سبک پاچه، سبک نظر، بیادب، طغیان میکند، سرکش میشه از امر الله، از امر اولو الامر، از پدر، مادر، استاد، پیر، مرشد، مربی.
سرکشی میکند. طبیعت هوا هم سرکشی است. شما میبینید که چقدر اقوام طوفان هلاک کرده. آن که فرمان کرد قهرش باد را، تا سزایی کرد داد قومی عاد را. قومی عاد و سمود چقدر طوفان و هوا هلاکشان کرده. یا حالی ما شما میبینیم چقدر اقوامی کلان کلان سرزمین های بزرگ بزرگ هوا که طوفانی شد خرابشان کرد، تباه کرد. این طبیعت هوایی است. انسان هم مرکب از هواست. اگر طبیعت هوا بالاش غالب شد، در افراد رفت، تباه میشود. دیگر عنصر چی؟ دیگر عنصر ترکیبی انسان چی است؟ آب است. آب چی طبیعت داره؟ طبیعت آب ثقل است، ثقالت است. دیگر طبیعت آب چی است؟ بی‌غیرتی و جبن است، پستی است. تا به حال ما در دنیا هیچ جای ندیدیم که آب طرفی بالا برود. آب طرفی بالا برود. آب فقط طرفی پایین میرود. جای پستی را پیدا میکنه، چقوری را پیدا میکنه. چقدر که جای سرنشین باشه آب تیز به سرعت میرود. چقدر بوی آب جای بالا وارم بعد به زور واتر پمپ و به زور فشار برقی رو واری. این تو مسئله است. آب هم بسیار حرص داره. حرص چقدر که میهنگ و مسلخ و مار و گژدم و چیزایی که هست، حیوانات بحری همه در بحر است. آب هم بسیار حریص است، حرص داره. و دیگر آب بی‌غیرت است. انسانی که عنصر آبش بالاش غالب شد، یم بی‌غیرت میشه. مرد دوری در میدان استاد نمیشه. یا پسند سنده خود یک پلو میگیره، یک طرف خود میگیره، خود به راه گریز به خود پیدا میکنه. در میدان نرکی برای حق استاد نمیشه. مانند بعضی ملاهای بی‌غیرت یک راه را به خود حق میدانن. ملاها و صوفیا و پیرایی که مشایخ بی‌غیرت هستند، راه را میدانند که راهمان راه حق است و در راه حق استاد نمیشوند. چرا نمیشوند؟ زیرا که عنصر آبی از یا اصلاح نشده، در حالت اعتدال نامده، بالاشان غالب است. آب طرفی پس میدود، جای پس میدود. این طبیعت آب بود. دیگر عنصر انسان چی است؟ عنصر نار است، آتش. عنصر آتش هم به انسان وجود دارد. انسان را که تب میگیرد، تب فشار ازی بالا میرود، تبی ازی بالا میرود. این چی است؟ فقط میگه دست زد پیشانی شمانی، پیشانی دست انسان میسوزانه، میگه سوختم و در گرفتم. سر خشم و سر غضب و سر قهر میآید. این همه خصوصیات عنصر آتش است. آتش غضب دارد، قهر دارد، حرق میسوزاند. و آتش بخیل است، بخل است. لہذا در آتش دیگر طبیعت چه است؟ سرکشی است. یکدم طغیانی میشه، طغیانی. آتش نمیگه آتش سوزی. هیچ باید چقدر که اطفایه بیا، اطفایه اطفاءه الله، این باز خاموش نمیشه، سرکش میشه. این طبیعت چی است؟ آتش است. حرارت، حرق، سرکشی، تکبر، غضب و قهر، خشم، این از طبیعت و صفات عنصر نار و آتش است. اینمی چهار طبیعت، چهار عناصر در وجود انسان است. هر کدامی از این سه حالت دارد، حالتی سه صفات دارد. همین عناصر اربعه: صفات مفرطه، صفات مفرطه، صفات متوسطه. عنصر خاک صفت در حالتی اگر عنصر خاک، طبیعت خاکی انسان، عنصر خاکی انسان غالب شد، این در حد افراط می رود، افراطی می شود، مردار خور می شود، حرام و حلال نمیگه، خواهر و مادر نمیگه، یک مطلق یک پلید میگرده، کنارا میگرده، کنارا خلاص. چیز چټلی مرداری است به خود جمع میکنه، حل من مزید، دنیا پرست، حرصناک، با محبت دنیا بالاش غالب میشه، کشش میکنه. او انجذاب داره، انجذاب، حرام به خود جذب میکنه، کش میکنه، حلال هم کش میکنه، رشوت هم کش میکنه، سود و قمار و چیزی ناروایی که از به خود کش میکنه. میگه هرچی باشه، میگه حدیث نمیایه ایتا میگه وقتی میگه که انسان ها میگه میخورن، میگه لا یبالی امین الحرام امین الحلال، که حلال است یا حرام است، میخوره. میگه گربه باشو،
چی باش؟ موش باش و یا سگ مردار باش، هرچی باشی باش، ولی کن کیسه زردار باش. پیسه داشته باش، پیسه 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 با سگ میگرده بخی. خاک است دیگه، خاک جذابیت داره. اوی چتل، اوی مردار، مواد غایطه، هر چیز کش میکنه. با انسانی که طبیعت خاکی، عنصر خاکیش بالاش غالب شد، هر انسانی که مردار خور، چتل خور، حرام و حلال نگفت، بدانید که عنصر خاکیش بالاش غالب است. این مفرطه شد. صفت مفرطه تفرید، گاهی گاهی به صفتی تفریطی میاد به عنصر خاک. تفریطی که اومد از هیچ چیز جور نمیشه. باز دایی بخل میاد، بخل هیچ چیز به کس نمیده، نه او میته، نه جذابیت میته، نه گیاهی میرویه. مانی زمین های شوره باری، زمین شورهزار. میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در خاک لاله رویدو، در شوره بوم و خس. نه گندم میته، نه جو میته، نه شلغم میته، نه کچالو میته، نه گولی صدبرگ میته، نه گولی خوشبوی میته، نه مسک میته، نه مشک میته، هیچ چیز نمیته. در حالت تفرید که رفت، خاک بخیل میشود، با دست خودم میگیره. حالت سوم حالت اعتدال است، متوسطه. جایش آمد میگیرد، حلال بود میگیرد، حرام بود نمیگیرد. این مثال از هم در روی زمین زیاد است. یکم زمین است بسیار کشش برابر دارد، هر چیز به خود کش نمیکند. آب پاک بود کش میکند، مسلوق و مرداری را بندازید 10 روز آموزش میافته کشش نمیکند. خواه این حالت متوسط است. چیزهای خوب به خود کش میکنه، گل میرویه، گل میرویه، زراعت میرویه، چیزهای خوشبوی میرویه، چمنستان ها می داشته باشه، علفچرها می داشته باشه، مزارع می داشته باشه. حالت متوسطش امیست. انسان هم با عنصرش که در عنصر خاکی به تربیه اولیاء الله در حد اعتدال که رسید، در جاهای روا و خوب مشروع، جای محبوب رب العالمین و رسول الله بود، خرج و مصرف میکند، نبود نمیکند، خود بخیل حساب میکند. خلاص. و همچنان عنصر آب سه صفات دارد. مفرطه در آب که در حالت افراط بیا میبینیم، بحر یکدم طوفانی شود، سونامی میشه، سونامی یک قاره را خراب میکند. پارسال در افغانستان میبینید چه حال بود، سیلاب ها سرازیر میشد، چه حال میشد، تمام آبادی را از بین میبرد. چقدر قوم سابقه را، اقوام سابقه را، امم سابقه را سیلاب خراب کرده. بسیل العریم نمیاد قرآن، فاهلکناهم بسیل العریم و ریح صرصر و سیل العریم، خرابشان کرده. این عنصر آب است. در حد افراط که رسید، بس بازی هر چیزی که پرتوی قبول میکنه. انسان هم که عنصر آبش بالاش غالب شود، باز حلال و حرام نمیگرده، مرداری و نجاست و کشتی و هر چیز داخلش باز میگرده. باز حق و باطل و فساد و صلاح و هیچ چیز نمیگه. اهل سنت و الجماعت و 72 گروه باطل و به همش به یکسان است، میگه همه برادرای ماست، همه برادرای ماست. این عنصر آبی ازی در حالت افراط است. اگر مفرطه تفریطی شد، باز هیچ چیز به خود نمیگیره، بی غیرتی محض میشه. حالت متوسط بود، آبم آن چیزهای خوب پاک به خود میگیره، در جاهای خوب میروه، در جاهای چټل نمیروه. همچنان عنصر هوا، عنصر هوا هم 3 حالت دارد. حالت افراط، تفرید، مفرطه، مفرطه، متوسطه. افراط خداوند قرآن میفرماید که فاهلکناهم بریح صرصر، طوفان ها آمده، یکدم که افراطی شد، طغیانی شد، یک تباهی را به میان میاره. اگر تفرید آمد، اگر هوا خاموش شد، هیچ چیزی با هر نوع گرد و غبار و چتلی مرداری که آمد یا کارش نداره. بهترین حالت متوسط است. اینی 3 طبیعت در وجود انسان است، هر کدام به خود 3 صفات داره. چی 4 ضرب 3 مساوی 12. از هر کدامش یک صفت اعتدال در انسان که بیاد، 4 صفت اعتدال می شود. باز انسان معتدل می باشه، اعتقادا معتدل، عملا معتدل، عبادتا معتدل، شبخیزی معتدل، کتاب خواندن معتدل، درس معتدل، حکومت بالای مردم عدلش معتدل، هر چیزش معتدل است. همچنان به جانب عفت، جود و سخا، همش شما در مایبزی خواندین. دیگر باز معتدل می شود.
جایی که قهر ضرورت بود قهر و غضب میکند، خشم میکند. جایی که ضرورت نبود اخلاق میکند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این صفت صحابه کرام است، چرا که همه چیزشان در حالت اعتدال بود به برکت به برکت صحبت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه این حالتی چهار عناصر: خاک، آب، هوا، آتش. آتش هم که افراط رفت تفرید رفت خرابی میکنه، تفرید رفت هیچ جای در نمیده، دود نمیکنه. افراط رفت توا میکنه. متوسط کی بود اون میبینی باز تمام پخته میشوه، داش خشت هم جور میشوه، کارخانه ها هم بالاش چالان میشوه، سال چیزای خوب، لباس، همه چیز عالم بالاش برابر میباشه. انسان هم عناصر که در اعتدال آمد، همه کار از خشم و قهر و غضب و اخلاق و غیرت و سخا و جودش، اما تقوا و پرهیزگاری و عفت و پاکدامنیش همش معتدل هست. اگر یکی انسان هایی که شما ببینین در افراط و تفریط است، بدانین که عناصرش در اعتدال نیست، عناصر اربعه‌شان. این به چی در اعتدال میه؟ به برکت صحبت اولیاء الله میه. زیرا که صحابه کرام که در اعتدال آماده بودن به برکت صحبت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم بود. وارثین حقیقی نبی علیه السلام اولیاء عظام، علمای راسخین هستند. میخواهید که عناصرتان در اعتدال بیاید، صحبت اولیاء الله را بکنید. خلاص، صحبت اولیاء الله. اینی عناصر اربعه بود که در وجود انسان هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از همین جهت سعدی صاحب فرمود است: چهار طبعی مخالف و سرکش. این نمیره میگه. ببینی که هر چهار عناصر سرکش است. خاک ببین دشمن آب است، آب دشمن آتش است، آتش دشمن هوا است، هوا را میخوره میسوزانه. این گاز هواست، آتش که کلی میسوزاندش، محو میکنه، از بین میرود، تیل از بین میبره. میبینی تیل که آتش زدی به هوا و به دود بدلش میکنه. لذا این نشان قدرت الهی است. ببینی که یک انسان چقدر انسانی با قوت و با قدرت و با مقتدر بوده باشد، قواره قوی داشته باشد، در یک اتاق گرگ و گوسفند و موش و پوشک را جمع کرده نمیتونه. اتاق که الا کنه بروه، بیا که گرگ گوسفند نمیخوره، پوشک موش از بین میبره. خلاص نمیتونه که شیر و پلنگ با بزو و گوسفند و آهو یک جای نگاه کنه، برای پنجره جدا جور میکنه. انسان به همین قدرتش چهار چیزی مخالف، توای مخالف یک جای نگاه کنه نمیتونه. چهار انسانی که به هم دیگر جنگی هستن، توایشون مختلف است. در یک اتاق اینا نه در خانه جابجا کرده میتونی، نه در بندی خانه میتونی، نه در اتاق مدرسه، نه در خانقاه و نه در مکتب، نه در یک صنف، مگر یا جدا باشن. این قدرت کامله الله جل علا شان است که توای مختلفه، توای با هم دیگر متضاده، توای دشمن، مخالف، سرکش، متضاده در یک وجود تو انسان که کلی طول همه طول و عرض 1.5 متر نیست، در یک جا بجا کرده. مشت نمونه خیروار جا بجا کرده. معدن خاک بیرون ببین در عالم چقدر معدن کلان داره. یک لطیفه از خاک در وجود انسان الله تعالی جا بجا کرده. معدن آب، بحرها چقدر بزرگ است، یک لطیفه از او خدا تعالی در وجود انسان جا بجا کرده. گاهی به شکل ادرار بیرون میشوه، گاهی به شکل آب بینی بیرون میشوه، گاهی به شکل آب چشم بیرون میشوه، گاهی به شکل آب دهن بیرون میشوه و غیره و غیره و غیره. معدن نار، کره نار ببین، کره آتش چقدر بزرگ است. یک لطیفه از زیر الله تبارک و تعالی آورده در وجود انسان انداخته که قهر و غضب میبینی، طبع انسان میبینی. این لطیفه نار است، از عنصر نار گرفته. معدن هوا در دنیا، در عالم کبیر، در عالم کبیر معدن هوا چقدر بزرگ است، چقدر هوا کلان است، چقدر معدن داره. یک لطیفه از زیر الله تبارک و تعالی آورده گرفته در وجود خردترک انسان که عالم صغیر است دی انداخته. انسان خودش عالمی صغیر است ولیکن نقشه از عالمی کبیر است، مرکزی عالمی کبیر است.
عالم کبیر، عالم بیرون، عالم دنیا، عالم صغیر، عالم داخلی انسان. اینمی تبایع مختلف و سرکش با همدیگر در تضاد را الله تبارک و تعالی در وجود ما و تو انسان انداخته. به ما و تو نشان میده که متوجه باش او ذاتی که اینمی که چیزای متضاد در وجود تو جمع کرده، این ذات میتواند که عالم را مدیریت کند، اداره کند و میتواند که بعد الموت کند، میتواند که بعد از مردن تو را زنده کند، که تو تکه تکه شوی، یک نبودی، تو را ساخت و جور کرد، یه جمع کرده اورد، پس تکه های جمع کند، جزء لا یتجزا را پیدا کند و کن بگه فیکون، تو موجود شوی، تو را باید حشر نشر بکند، پلیسترات بیاد، وزن اعمال بیاد، اعمالت هم جمع کند، اعراض است، هرچی است حساب کند، کتاب کند، یا تو را در جنت داخل کند یا در دوزخ. همه ثابت شد، همه ثابت شد. از چی؟ سعدی صاحب میفرماید 4 طبع مخالف و سرکش چند روزی با هم بودند خوش. در دنیا چند روز زندگی بود، همین طبایع اربعه در وجود انسان خوشحال بودند. یک جای اندوال بودند که به زوری خدا وجود بودند، به زور در اعتدال یار در می آورد. چی میگه؟ گر یکی زین 4 شد غالب، گر یکی زین 4 شد غالب، جان شیرین برآید از قالب. یک دم درجه حرارت بلند رفت، انسان میمره. هوا بلند رفت، فشار بالا رفت، انسان میمره. جان شیرین برآید از قالب، جان میبره، انسان میمره. اگر تب بالا رفت، فشار بالا رفت، عنصر خاک بالا رفت، خلاص از بین میبردش. عنصر هوا این بالا رفت، انسان میترقه، میکفه، انفجار میکنه، میکشدش. اینمی رب العالمین به قدرت کامله خودش در وجود انسان جابجا کرده، مدیریتش میکنه، منظمش کرده. گاهی میبینی که در طیاره بالا شده، گاهی میبینی در کشتی است، گاهی در موتر است، گاهی سواری اسب است، گاهی سواری خر است، کلشان یک جا آرام زندگی میکنن. اینمی ذاتی که امی قدرت داره. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى بل نعم اجل که ذات قادر است. اینی چی بود؟ یکی از عناصر انسان بود که براتون من تقویم انسان بیان کردم که انسان چی کمالات است، چی چیزها است، چی رازها و اسرار است. یکی از جمله دلایل انفسی انسان اینمی بود که در و فی انفسکم افلا تبصرون، شما نمیبینین. باقی دیگه انشالله در درسای بعدی میآید. اینجا مباحث طولانی و دراز است. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.